بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس عقیده را از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه دوام می‌دهیم. درس امروزه نبرد شیطان با مؤمن. امام ابو حنیفه رحمه الله میگویند: ولا يجوز أن نقول إن الشيطان يسلب الإيمان من العبد المؤمن قهرا وجبرا، ولكن نقول إن العبد يدع الإيمان فإذا تركه فحينئذ يسلبه منه الشيطان. یعنی ما نمیگوییم که شیطان ایمان را به جبر و زور از بنده مؤمن سلب کرده میگیرد، بلکه میگوییم که بنده ایمان را فرو میگذارد، پس وقتی که فرو گذاشت شیطان آن را از او سلب میکند. دوستان عزیز، اکنون بیایید شرح گفته های امام را دیده برایم. امام ابو حنیفه میگویند که برای بنده جایز و درست نیست که بگوید که شیطان ایمان بنده مؤمن را چی در حالت صحت و تندرستی و چی در حالت موتش قهرن و جبرن و زورن کشیده میگیرد. این خیل گفته نمیتوانیم. هر کسی که بندگی خود را خالص برای خدا میکند و مخلص خداوند است، شیطان این را خوب میداند. ناوابسته از این، شیطان قدرت ندارد که ایمان کسی را مجبوراً و زوراً کشیده گیرد. شیطان بر این قدرت ندارد. و امام در دوام میگویند که ولیکن گفته میتوانیم که بنده به اختیار خود و به هوای نفس خود ایمان را ترک کرده و از کارهای ضد ایمان دست نکشید. در این صورت شیطان برای ایمانش را ترک نمودن کمک و یاری میدهد و آن شخص ایمان را ترک میکند و شیطان ایمان او را کشیده میگیرد و او را تابع و زیر دست خود میگرداند و این شخص در رسوایی مثل شیطان می شود. خلاصه دوستان عزیز، شیطان قدرت ندارد که ایمان بنده مؤمن را از او مجبوراً کشیده گیرد. ولیکن عیب در خود مؤمن است. وقتی که مؤمن عبادتهای خود را در وقتش انجام نمی دهد، پروای ایمان خود ندارد، با آن عملهای دست میزند که بر ایمان ضرر میرسانند، یعنی ایمان خود را یک سو میگذارد، شیطان آمده از او ایمان را سلب میکند. یکی سبب خودی شخص شد، چون برای پرقوت شدن ایمان خود کار نکرد و ایمان را یک سو گذاشت. ایمان را قدردانی نکرد و آن را یک چیزی بی ارزش شمارید، به مثل چیزی که ما به آن اعتبار نمی دهیم و آن را یک سو می پرتاییم و شخص آمده آن را می گیرد. و آیت زیرین دلیل گفته های بالا می شود، چنانه که خداوند می فرماید: تو را بر بندگان من غالبیت نیست. یعنی ای شیطان بدان که تو را بر بندگان من غالبیت نیست، مگر بر آن گمراهانی که تو را پیروی کنند. یعنی مگر آن گمراهانی که خودشان تو را پیروی کردند، این راه را اختیار کردند. سوره حجر آیت 42. پس الله تعالی از چنین شخصان و شیاطین جهنم را پر می سازد. نگرید به سوره اعراف آیت 18. دوستان عزیز، از این درس به ما معلوم گشت که مسلمان ها به دو گروه جدا می شوند. گروه یکم، این شخصانی که امرهای خداوند را به جا می آورند، از حرام کرده ها دوری می جویند، به این واسطه ایمان خود را تقویت می دهند. و گروه دوم، اینها امرهای پروردگار را به جای نمی آورند، به گناه دست می زنند، پروای ایمان ندارند و آن را یک چیزی بی ارزش می حسابند و آن را یک سو می گذارند. شیطان آمده در این کار به آنها یاری می رساند، آنها را تنها وسوسه می کند و وقتی که آنها ایمان را یک سو گذاشتند،
شیطان ایمان را از آنها میگیرد. و این را فراموش نکنیم که شیطان قدرت ندارد با زوری با مجبوری از کسی ایمان را کشیده گیرد. فقط آمده وسوسه می کند به کارهای بد و وقتی که خود انسان ایمان خود را یک سو می گذارد شیطان آن را می گیرد. این بود پایان درس امروزه. در آخر دعا کنیم که خداوند ایمان هر یکی ما را کامل گرداند و آن برادرانی که پروای ایمان ندارند امرهای خدا را به جان نمی آورند به گناه دست می زنند آنها را هم نصیب بگرداند که ارزش ایمان را بفهمند، قدر و قیمت ایمان را فهمیده در پی قوت دادن آن شوند تا شیطان از آنها ایمان را سلب نکند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.